ما و جمعی همسنگرای ما میدونیم چرا مبارزه میکنیم. ما میفهمیم چرا میجنگیم. وقتی میفهمیم که چرا مبارزه میکنیم، پس از همین خاطر خود ما در صف اول استاد میشیم به خاطر مبارزه. وقتی گفتم میفهمیم چرا میجنگیم، خوب طالبم امروز دعا میکنه که او میجنگه به خاطر بقا، به خاطر یک تغییر. چه تغییری؟ مثلا سه گپ همیشه بانه میکنن: دین، ملت و حکومت، یعنی قدرت. دین به نام دینی میجنگی که میگه اگر مؤمن را عمدن بکشی فقط جزای جهنم است. تو به نام دینی میجنگی که حرف اولش بخوان بود، نگفته بود جهاد بکنید، گفت بخوان. برای پیامبر اسلام اولین هدایت دینی و فرمان الهی اقرا بود. به نام دینی می جنگی که 13 سال آیت جهاد نامده. به همین دین، به نام دینی می جنگی که 13 سال برای پیامبرش آیت جهاد نامده، تو سر طفل 13 ساله می جنگی. به همین دین. کوتاه میگم، ملت بهانه دومی است که طالب می جنگه امروز به نام ملت. کدام ملت؟ ملتی که میکشیش، ملتی که تباهش کردی. سومش حکومت، این آخرین قدرت، گرفتن قدرت و حکومت کردن. در کجا حکومت میکنی؟ مگر تعمیرای دولتی که بیت المال است تو گرفتی به خاطر حکومت کردن نگاهش کردی؟ تو خود درش دادی. خیلی کجا حکومت میکنی؟ حکومت چوپانی میکنی؟ تو خود سرکا که مسیر رفت و آمد مردم است به نام کافر شدن قلبش میکنی. خیلی چی تو حکومت میکنی؟ من خودم میفهمم در چی حکومت میکنن. پلهایی که مردم میره، عموم ملت را که تو میگی ما به خاطر تو میجنگم، رایش قطع کردی، مسیرش قطع کردی. ملتی که در هر خانه تو 10 دانه یتیم و بیوه را اعلا کردی. با کدامین ملت؟ ملتی که به خاطر ما آوردی محترمه ما استفاده کردی، خداوند ما را نگاه کرد. اما تو زدی حداقل 100 دانه دکانه، 100 روزی آورنده را نانش قطع کردی. ما خود لباس خود پوشیدیم، ما خود آماده هستم، رفتیم در خط مقدم هم که استاد میشم و میگم من مردانه جنگ میکنم، من مردانه جنگ میکنم. تو چی میکنی؟ ملت، همین ملتی که کلش آواره کردی، ملتی که نانش گرفتی، ملتی که نانآورش کشتی، همین ملت. تمامی تاسیسات دولتی را شما آمدین از بین بردین. مردم جای برای تداوی نداره، جای مسیر برای رفت و آمدش خراب کردی، نانآورش گرفتی، به نام دین کشتیش. ما میفهمم، ما و همسنگرای ما میفهمیم چرا با طالب میجنگیم و میجنگم تا روزی که خداوند برم توان نصیب کرده، تا روزی که حیات دارم کنار همسنگرای خود استاد میشم، سپر ملت خود میشم، مدافع حکومت خود میشم، میجنگم. ما به فرمان همو دین میجنگم که اینا بهانه میکنن و دین ترور ساختن. ما ثابت میکنم که من مسلمان هستم، تو هم اگه ادعا میکنی که مسلمان هستی، پس ما به نام همو دین، به فرمان همو دین سر تو را میزنم، تو خوارج هستی. همو دینی که محبت، همو دینی که ببینین حکمتای دینی وقتی که داخل میری با جای میرسی که اصلا
تو نمیفهمی خداوند چقدر از بخششش. میگه در مقابل برادر مسلمانت لبخند بزن 10 اجر برات میتم. این همون دینی است که به نام همون دین یا برادر مسلمان خدا با مرمی میزنن. ما بیسواد نیستیم. اگر دیگران میفهمن منظورم از طالباس و کسایی که اونا را قمانده میکنه برای جهاد و برای جنگ، با یک سرباز هستم. ما حاضر هستم، چون علوام خو مشابه جور کردین، با رئیس علمای طالبات افاریاب ما به عنوان یک سربازی که فکر میکنن کافر هستم و بیسواد ما در محضر کل ملت استاد میشم. ما هم حرف از دین میزنم، او هم حرف از دین بزنه، دیگه علما استاد شوند. اگر ما پیش رئیس علمای طالبا کم آوردم، خون ما بخشیده مرا اعدام کنه. من نه مسلمان هستم، نه نفهم آمدیم دوارد از این نظام شدیم به خاطر مقابله و مبارزه. اگر امروز ما تنها تانستیم قیصر را از سقوط نجات بدیم، شما بیشتر شوین کنار ما استاد شوین، ما مکمل قیصر را از لوس پلید از اینا خلاص میکنیم. توان ندارن، تبلیغ میکنن، آخرین قدرتشان یک متربم بود. همون خداوندی که امر کرده برو به خاطر حفاظت بنده های ما، همون خداوندی که لازم دیده. و خدا والی صاحب گاهی عشق میریزم، خداوند چطور ما را انتخاب کرد که به خاطر خادم بودن به بنده هایش ما را انتخاب کرد. خدا چی دیده بود در وجود ما که به خاطر دفاع از دینش ما را لازم دیدی لباس بپوشیم بیاییم استاد شویم. خداوند در مورد ما چقدر شفقت کرد که گفت تو برو پیره کو چشمت به خاطر پیره داری نمیسوزانم در دوزخ. مگر میشه به خاطر امی دین، به فرمان الهی، به خاطر حفاظت از ملت و نوابیس ملی و تمامیت ارضی بالا به خندان جان نداد؟ مگر میشه؟ همین ملتی که گاهی به چشم میبینن، گاهی حضوری، گاهی پای پست فیسبوکی ما مینویسن قهرمان. قهرمانی لقب نیست که نه با جایگاه نه با ثروت. هیچ گاهی کسی نتونست که قهرمانی را با جایگاه حکومتی یا با سرمایه به دست بیاره. قهرمان هیچ گاه حکومت ها انتخاب نمیکنن، قهرمان توده های ملت انتخاب میکنن. همین ملتی که برای ما و برای همسنگرایم نوشته میکنه قهرمان، مگر میشه به خاطر حفاظت از اینا پای عقب کشید؟ میشه گفت به خاطری که تو آسیب نبینی خدا قربانی میکنم؟ میشه ایره قبول نکرد؟ توان ما همیز و شما باور بکنین که توان خداوند نصیب ما کرده. بیاین به خاطر حفاظت از تمامیت ارضی، نوامیس ملی، با فرمان الهی جایی که جان بیتی شهید صدایت میکنن، اگر زنده بونی قهرمان. این مقام بسیار کم پیدا میشه. اگر عمر ما میگذره هیچ کس توان استاد کردن عمر نداره که گذر زمان توقف بده. چی خوب است در مسیری سپری بکنی که مردن حق است و حتمی، اما پس از مردن نام تو یاد شود، کارنامه های یاد شود، در نبود یاد شود. خداوند لازم ببینه که در خط مقدم جبهه به خاطر دفاع از بندگان مظلومش، به خاطر نجات مادری که از صدای توپ و راکت و وحشت حضور از اینا آرامش نداره. وقتی در افغانستان در مسیرتان شما سربازی را میبینین که با تفنگ استاد است، با آرامش خاطر میرین، میگی که است حتما آرامش است.